بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور و تیار هستین؟ خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم. خب درس شیرین تاریخ شروع میکنیم. فصل اول، جلسه نهم. عنوان درس امروز ما است تجدید رقابت ها و اختلافات. خب در این درس چی میخونیم؟ ببینین در این درس ما در مورد رقابت و اختلاف بین دودمان سدوزایی و بارگزایی بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم و همین قسم در مورد علتهای این اختلافات اطلاعات پیدا میکنیم و نتایجی که اختلافات در قبال داشته مورد بررسی قرار میده. رقابت و اختلافات محمدزایی ها و سدوزایی ها. ببینین محمدزایی ها در واقع از کدام عشیره هستند؟ محمدزایی ها خودشان هم عشیره از بارگزایی های دورانی قندهار است. در اصل اینا بازماندگان یا اولادهای محمد ابن عمر از تبار دارو و بارک بوده. محمدزایی و بارگزایی در واقع از یک تبار است. ببینین حاجی جمال ابن حاجی یوسف ابن یارو ابن محمد عضو جرگه مزار شیر سرخ بود که در جرگه مزار شیر سرخ در درس اول بود ظاهرا توضیح دادیم که احمد شاه بابا در اونجا به عنوان زعیم و پادشاه افغانستان در او جرگه انتخاب شد و همین قسم حاجی جمال بعدها در زمان سلطنت و زمامداری احمد شاه بابا هم به عنوان مشاور احمد شاه در کنار احمد شاه بابا در کنار دولت احمد شاه بابا حضور داشت. وقتی میگم محمدزایی ببینین به ترتیب که میگیم حاجی جمال ابن حاجی یوسف ابن یارو ابن محمد، به او خاطر اینا را محمدزایی میگن. پس محمدزایی ها و بارگزایی ها در اصل از یک تبار هستند. خب سردار پاینده محمد خان که بعد از قتل سردار پاینده محمد خان این اختلاف بین سدوزایی و بارگزایی عملا شروع گردید. در دوران سلطنت زمانشاه عبدالی در یک توطئه سیاسی که بر ضد شاه زمان بود، سردار پاینده محمد خان دستگیر شد و به قتل رسید. بعد سردار پاینده محمد خان که به قتل رسید، پسر خود سردار پاینده محمد خان 20 تا فرزند داشت، 20 تا فرزند پسر داشت، 20 تا پسر ازش بجامان. بعد یکی از پسرایش که وزیر فتح خان نام داشت بسیار آدم زرنگ بود، بسیار آدم چست و چابک و مدیر و مدبر و بسیار آدم هوشیار بود، در مسائل سیاسی دخیل بود. وزیر فتح خان در سقوط دولت زمانشاه نقش اساسی داشت. چرا؟ چون زمانشاه پدرش سردار پاینده محمد خان را به قتل رسانده بود. چرا به قتل رسانده بود؟ سردار پاینده محمد خان را از قدرت خلع کرد. زمانی که خلع کرد، سردار پاینده محمد خان با یک عده از بزرگان دیگر یک جا شد و میخواست که شاه زمان را از سلطنت خلع بکنه. شاه زمان وقتی از این موضوع آگاه شد، یک عده از این بزرگان را که در این توطئه سیاسی دخیل بودن اعدام کرد که یکی از اونا خود سردار پاینده محمد خان بود. خب پسرش وزیر فتح خان گفتیم در سقوط شاه زمان نقش کلیدی داشت، نقش اساسی داشت و همین قسم برای به سلطنت رساندن شاه محمود هم نقش اساسی داشت. در واقع شاه محمود عبدالی بعد از شاه زمان توسط حمایت‌های وزیر فتح خان به قدرت رسید. اما خود همین وزیر فتح خان، خب پدرش ببینین سردار پاینده محمد خان توسط زمانشاه گفتیم به قتل رسید. بعد پسرش، یکی از پسرانش وزیر فتح خان که در رأس امور بود، با کمک کرد شاه محمود را و شاه محمود به تخت سلطنت تکیه زد. وقت شاه محمود به قدرت رسید، نهایتاً در دوره دوم حکمروایی خود شاه محمود وزیر فتح خان را کور کرد. اول اسیر گرفت، زندان ساخت، کور کرد بعد از مدت زندان بودن و بعدم به قتل رسان. چرا به قتل رسان؟ چون به خاطر که
بعد از اینکه وزیر فتح خان کور شد، برادران وزیر فتح خان در سر تا سر افغانستان شورش کردند و تمام افغانستان را خب به شورش در آوردن. بعد شاه محمود هوتکی سعی کرد که توسط وزیر فتح خان نابینا که در زندان بود پیششان متقاعد بسازه که برادرایش دست از جنگ ورداره، ولی برادرای وزیر فتح خان نابینا ترجیح دادن که بجنگن. شاه محمود هم دید وقتی که در این قسمت به هدفش نرسید، موفقیت حاصلش نشد، خب سردار وزیر فتح خان را بعد به قتل رسان. وقتی که وزیر فتح خان به قتل رسان توسط شورش که توسط برادرای وزیر فتح خان صورت گرفت، گفتیم اینا 20 تا برادر بودن و هم در رأس امورات دولتی قرار داشتن. تقریبا اینا وقت در سر تا سر افغانستان دست به شورش زد، محمود متواری شد و آمد در هرات با کامران، با شاهزاده کامران، و در هرات یک حکومت محلی را در هرات به صورت مستقل تشکیل داد و تا چند مدت را اینا در هرات حکومت کردند. برادران وزیر فتح خان، وزیر فتح خان 20 تا برادر بود. هر کدام اینا تلاش داشت که قدرت برای خود به دست بیاره. بخصوص 2 تا از این برادرای وزیر فتح خان بسیار اینا شیفته قدرت و سلطنت در افغانستان بود و رقابت شدید داشتن. این 2 تا برادر چی نام داشت؟ یکیش سردار محمد عظیم خان بود و دیگریش سردار دوست محمد خان. رقابت بین سردار محمد عظیم خان و سردار دوست محمد خان از همه بیشتر بود. یعنی این 2 تا برادر از همه برادرها بیشتر مشتاق گرفتن تاج و تخت و سلطنت افغانستان بودند. رقابت و خودخواهی و اختلافات برادران وزیر فتح خان خب باعث شد که دولت مرکزی سقوط بکنه، از بین بره، چون اختلاف شد دیگه. هر کدام در یک گوشه اعلان حکمروایی و سلطنت کردن. جنگ و جدال بینشان حاکم شد، شورش، جنگ، جدال ادامه پیدا کرد و این جنگ و جدال ها و اختلافات باعث شد که دیگه اینا موفق نشوه که حکومت مرکزی را نگهداری بکنه. از حکومت مرکزی افغانستان که حاضر آماده بود، افغانستان قبلا دارای حکومت مرکزی بود، نتونست حفاظت بکنن و همین قسم نتونستن که وحدت ملی افغانها را هم حفظ بکنن. هم حکومت مرکزی پوشیده شد، ضعیف شد، رو به انحطاط گذاشت، از بین رفت تقریبا، و هم وحدت ملی از هم پوشیده شد و اختلافات و جنگ‌های داخلی و رقابت‌های سخت که پیامدهای خونین در پی داشت بینشان شروع شد. خب جنگ‌های مکرر هر روز در هر گوشه افغانستان، در هر ولایت افغانستان آغاز می‌شد. 20 سال این جنگ و بی‌نظمی در افغانستان ادامه داشت. نتیجه این 20 سال جنگ و بی‌نظمی و اختلاف و زد و خورد بینشان چی بود؟ نتیجهش کاملا یک نابسامانی برای همه مردم افغانستان بود و ارمغانش چی بود برای مردم افغانستان؟ جز بیچارگی و بدبختی و پسماندگی برای مردم افغانستان دیگه هیچ ارمغان نداشت. معمولا بله درست است که ارمغان جنگ، نتیجه جنگ، تاثیر جنگ و اختلافات داخلی برای مردم چیست؟ همیشه برای مردم تاثیرش چی است؟ ارمغانش چی است؟ محصول و دستاوردش چی است؟ غیر از بدبختی و مشکلات اقتصادی محصول خوب و مفید دیگر ندارد. خب دولت مرکزی کاملا منهدم شد و تزلزل فرهنگی و اقتصادی در جامعه افغانستان حاکم شد. سردار دوست محمد خان که گفتیم یکی از برادران وزیر فتح خان و از فرزندان سردار پاینده محمد خان بود که بسیار سخت رقابت داشت در به دست گرفتن قدرت در افغانستان. گفتیم همه برادران وزیر فتح خان دری این چیز را میخواستن، ولی 2 نفرشان بسیار شدیدتر علاقمند بودن. یکی محمد عظیم خان بود، یکی دوست محمد خان. سردار دوست محمد خان بعد از اینکه کابل را تصرف کرد، در درس گذشته هم توضیح دادیم اگر یادتان باشه، بعد از اینکه موفق شد کابل را تصرف بکنه، بعد برادرش امیر محمد خان را به عنوان والی غزنی در ولایت غزنی منصوب کرد
در عین حال یعنی در همین زمان همزمان با اتفاقاتی که می افتاد که سردار دوست محمد خان در کابل آمد و کابل را تصرف کرد، سردار محمد عظیم خان که قبلا والی کشمیر بود و گفتیم از دولت مرکزی اطاعت نمیکرد، خب سردار محمد عظیم خان که والی کشمیر بود هم خودش به کابل رسان. وقتی که هم خودش به کابل رسان، مخالفت‌های شدید بین این دو تا برادر و بین مجموعه برادران آغاز شد. چرا مجموعه برادران؟ چون در اصل این دو تا برادر با هم رقابت و اختلاف شدید داشتن و تعداد برادران هم که هر کدام از یک برادر حمایت میکردن. اختلاف شدید بین دو تا برادر وزیر فتح خان، یکی سردار محمد عظیم خان و دیگر سردار دوست محمد خان، در کابل آغاز شد. اینا سخت با هم رقابت میکردن که یکی از بازماندگان خانواده و سلسله سدوزایی ها را به سلطنت افغانستان انتخاب بکنن و خودشان به عنوان وزیر در کنارش باشه. چرا؟ چون در اصل اون پست سلطنتی یک پست اجرایی نبود، یک نماد بود و خودشان میخواستن که یکی از شاهزاده های سدوزایی را به عنوان پادشاه افغانستان انتخاب بکنه و خودش در کنار از او به عنوان وزیر باشه و تمامی قدرت های اجرایی دولت افغانستان را در اختیار داشته باشه. این گونه شد که سردار دوست محمد خان سلطان علی شاه را در کابل به عنوان پادشاه افغانستان انتخاب کرد و خودش به عنوان وزیر در کنار سلطان علی شاه خب وزارت خود را اعلان کرد. دولت سردار دوست محمد خان، پادشاهش یکی از شاهزاده های سدوزایی به نام سلطان علی شاه و خودش به عنوان وزیر و قدرت اجرایی در دست خودش بود. اما برادرش چه کار کرد؟ ببینین. سردار محمد عظیم خان هم که ساکت ننشست. سردار محمد عظیم خان بعد در مقابل برادر خود در رقابت و اختلاف شدیدی که بینشان حاکم بود، یکی از شاهزاده های سدوزایی را به نام ایوب شاه به عنوان پادشاه افغانستان انتخاب کرد و خودش در کنار دولت ایوب شاه خب وزارت خود اعلان کرد. یعنی در یک کشور، در یک مملکت دو تا پادشاه انتخاب شد، دو تا وزیر انتخاب شد. سردار محمد عظیم خان ایوب شاه را به عنوان پادشاه اعلان کرد، انتخاب کرد و خودش به عنوان وزیر در رأس قرار داشت. برادرش سردار دوست محمد خانم سلطان علی شاه را به عنوان پادشاه افغانستان اعلان کرد و خودش در رأس امورات اجرایی به عنوان وزیر قرار گرفت. اما اینا فقط گفتم که نامشان پادشاه بود، در اصل تمام قدرت اجرایی دست سردارها بود. این گونه بود که در کابل دو تا پادشاه همزمان، دو تا دولت و دو تا وزیر در کنار هم، در روبروی هم و مخالف هم قرار گرفت. سردار محمد عظیم خان در سال 1819 میلادی موفق شد که سلطان علی شاه را از مقام سلطنت خلع بکنه، عزلش کرد و همین قسم سردار دوست محمد خان برادر خود را هم از مقام وزارت عزل کرد و خودش ماند به عنوان وزیر دولت در افغانستان و دولت در رأس دولت خب ایوب شاه به عنوان پادشاه دولت افغانستان که با حمایت سردار محمد عظیم خان به قدرت رسیده بود باقی ماند. تقسیم افغانستان بین برادران وزیر فتح خان. بعد در واقع افغانستان، قدرت افغانستان یا ایالت‌های افغانستان بین برادران وزیر فتح خان رسما تقسیم گردید. ببینید چطور. کابل به سردار محمد عظیم خان داده شد که گفتیم در کابل ایشان حاکم بود و ایوب شاه را به عنوان پادشاه انتخاب کرده بود. غزنی را امیر دوست محمد خان گرفت و اونجا حاکمیت داشت. پشاور را سردار یار محمد خان گرفته بود و حاکم پشاور بود. در کشمیر سردار نواب عبدالجبار خان حاکمیت داشت به صورت رسمی. در دیرجات یعنی دیره اسماعیل و دیره غازی هم نواب محمد زمان خان رسما حاکمیت میکرد. در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان چی میگذشت؟ ببینید در ولایات جنوبی که برادران وزیر فتح خان بعد از کور کردن و زندانی کردن و قتل وزیر فتح خان توسط شاه محمود همه دست به قیام و شورش زدن و سراسر افغانستان ولایات جنوبی را این گونه که گفتیم کاملا بین هم
تقسیم کردن. اما ولایات شمالی و مرکزی افغانستان چی میگذشت؟ ولایات شمالی و مرکزی افغانستان مثل ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت بلخ، ولایت میمنه، ولایت جوزجان و بقیه ولایات که مربوط ساحات شمال و مرکز افغانستان بود، اینا همه حاکمای محلی داشتن. خب اینجا حاکمیت های محلی به وجود آمد و شکل ملوک الطوایف به خود گرفت. این گونه شد که یک بار دیگر حکومت مرکزی افغانستان از هم پاشید، اقتصاد افغانستان رو به رکود گذاشت. خب شاه محمود در هرات سلطنتش باقی ماند. ساحه حکمروایی محمود و کامران در هرات بود و در اصل افغانستان ترکه و تقسیم شد. بین کی؟ بین برادران وزیر فتح خان. کاملا ترکه و تقسیم شد و ساحات شمال هم که همه اعلان خودمختاری کردند به صورت ملوک الطوایف و در رأس هر کدام حکمیت های کوچیک به وجود آمد. اینجا بهترین و بیشترین بهره را کی برد؟ سیک های پنجاب. سیک های پنجاب که خب دشمن مردم افغانستان بود، دشمن خارجی مردم افغانستان بود و اینا یک خاطره خوبی هم بدل از افغانها نداشتن، خصوصا از فتوحات و لشکرکشی های قبلی افغانها بسیار خاطرات تلخ داشتن و ناراحت بودن. خب از این اوضاع و از این اختلافات بین سرداران و برادران وزیر فتح خان و ملوک الطوایف که در افغانستان به وجود آمد، از این خانه جنگی و اختلافات اینا نهایت سوء استفاده و بهره برداری را کردن. رنجیت سنگ بزرگ و رئیس سیک ها، رنجیت سنگ رئیس سیک ها با انگلیس ها یک قرارداد و توافق را امضا کرده بود که طبق اون توافق نامه اینا نمیتونست که از دریای ستلج به اون طرف دخالت بکنه و فقط خب یک طرف چون را برشان بسته بود و با انگلیس ها به توافق رسیده بودن و این توافق نامه را امضا کرده بودن که به طرف جنوب نمیتونن به طرف غرب نمیتونن حرکت بکنن. اینا پس متوجه شرق شدن که افغانستان بود. خب با اینکه از یک طرف خب قانونا اون طرف نمیتونست حرکت انجام بده، از طرف دیگه هم خاطره خوش از افغان ها نداشتن. از جنگ های افغان ها، لشکرکشی های افغان ها در هندوستان بسیار ناراحت بودن و خاطرات تلخ به یاد داشتن. خب به این خاطر اینا از این اختلافات بین برادرای بارگزایی و سدوزایی نهایت استفاده را بردن و قسمت های از مملکت افغانستان را اشغال کردن. کجاها را ببینین؟ کشمیر را اشغال کردن، ملتان را، پشاور را، تا اتک این نواحی را کاملا اونا اشغال کردن. بعد از اینکه سیک ها این مناطق را اشغال کردن، مناطق جنوب شرق افغانستان را، مناطق جنوبی افغانستان، ساحات خیلی بزرگش سیک ها به رهبری رنجیت سنگ اشغال کرد، محمد عظیم خان و دوست محمد خان چی اقدامات انجام داد؟ ببینین. دوست محمد خان، سردار دوست محمد خان و سردار محمد عظیم خان به طرف سند حرکت کردند. چرا حرکت کردند؟ به این نیت، یعنی این گونه اعلان کردن که اینا برن سند و مناطق اشغال شده و جدا شده افغانستان را که توسط سیک ها اشغال شده بود اونا را دوباره مسترد کنن، اونا را دوباره پس بگیرن، به خاطر استرداد مناطق از دست رفته افغانستان رایی سند شدن. اما در مسیر را ببینین سردار دوست محمد خان به صورت ناگهانی و یکباره خب تصمیمش عوض شد و به طرف کابل برگشت، به کابل عودت کرد. در واقع چرا به کابل عودت کرد؟ به خاطر که خب این دو تا برادر بسیار اختلاف و رقابت شدید داشتن برای به دست گرفتن سلطنت و قدرت افغانستان. وقتی که هر دو رفتن به طرف سند حرکت کردن، ایره یک فرصت خوب دید سردار دوست محمد خان و خودش زود به کابل رسان. وقتی به کابل آمد چی کار کرد؟ توافق سران اقوام را در کابل گرفت و بعد خب اختلاف خود با برادر خود علنا دیگه اعلان کرد. اختلافی که بین او و بین سردار محمد عظیم خان بود حالا رسما اختلاف را اعلان کرد. بعد از اینکه اختلاف را اعلان کرد محمد عظیم خان مطلع شد. سردار محمد عظیم خان وقتی که از این قضیه آگاه شد او هم سریع خودش باز
از طرف سند و هم سریع برگشت و به طرف کابل آمد. سردار دوست محمد خان در کابل زمانی که توافق سران قومی را در کابل گرفت و اختلاف خود با سردار محمد عظیم خان آشکار ساخت، خودش به طرف غزنی حرکت کرد. خب این وقت به طرف غزنی حرکت کرد، سردار محمد عظیم خان از این قضیه که آگاه شد که برادرش برگشته در کابل و توافق سران قومی را در کابل گرفته و اختلاف خود با محمد عظیم خان اعلان کرده، برادرش هم نگران شد و سریع خودش به کابل رسان. پشاور و ملتان و اینا را بدون جنگ واگذار کرد به سیک های پنجاب. خب رنجیت سنگ ماند و در واقع میدان خالی از مقاومت. رنجیت سنگ خاطرجم چند منطقه دیگر از افغانستان را هم اشغال کرد. مرگ سردار محمد عظیم خان. سردار محمد عظیم خان وقتی که برگشت باز دوباره یک قوایی را آماده کرد که تا در مقابل رنجیت سنگ بره و اونجا مقاومت بکنه و قطعات جدا شده افغانستان را دوباره از اشغال رنجیت سنگ و سیک‌های پنجاب نجات بده. بعد که رفت بازم بدون کدام دستاورد برگشت. دستاورد خاص ای قشون کشیش به طرف پنجاب و سند نداشت. بدون یک دستاورد برگشت. چرا؟ بازم نگرانی داشت از کابل و از افغانستان که اگری در اون جنگ مشغول شوه ممکنه که برادرش خب اینجا اعلان سلطنت بکنه رسما و محمد عظیم خان از این موضوع بدون سود و بدون بهره باقی بونه. خب بس باز برگشت ولی در بین راه به کابل نرسید، مریض شد و در اثر همون مریضی درگذشت و در کابل در زیارت عاشقان عارفان امروزی سردار محمد عظیم خان را به خاک سپردن. این گونه شد که رقیب اصلی و اساسی سردار دوست محمد خان که برادرش بود سردار محمد عظیم خان به اثر بیماری از دنیا رفت و سردار دوست محمد خان تقریبا بدون رقیب تنها ماند. ولی باز هم ادامه اختلافات با سردار دوست محمد خان توسط بازماندگان سردار محمد عظیم خان ادامه داشت. بازماندگانش کی بود؟ سردار حبیب الله خان که فرزند محمد عظیم خان بود و در اصل سردار دوست محمد خان کاکای حبیب الله بود. سردار حبیب الله خان بازم مثل پدر خود با کاکای خود سردار دوست محمد خان باز دامنه اختلافات را بیشتر ساخت و به این اختلافات ادامه داد. در این زمان که خب شاهزادگان افغانستان سرداران همه مشغول اختلافات و جنگ و جدل‌های داخلی بودند و افغانستان فاقد یک حکومت قدرتمند مرکزی شده بود، خب سیک ها راحت به پیشروی خود ادامه میداد و قسمت های از خاک افغانستان را رسما گفتیم اشغال کرد. خب امیر دوست محمد خان بعد از اینکه به سلطنت رسید معروف به امیر شد یا پادشاه افغانستان که هنوز اینجا به سلطنت نرسیده. امیر دوست محمد خان یا همون سردار دوست محمد خان، ببینین وقتی میگیم امیر دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان مفهوم یکیست، منظور یک آدم است. خب سردار دوست محمد خان کم کم زمینه مقدمه یک دولت و تشکیل دولت را در افغانستان برای خود فراهم ساخت. همزمان با این که سردار دوست محمد خان زمینه تشکیل یک دولت مرکزی را فراهم می ساخت، شاه شجاع برای اشغال قندهار به تحریک انگلیس ها شورش کرد، آمد و قندهار را گرفت. شاه شجاع که گفتم مهره انگلیس ها بود و انگلیس ها در سیاست استعماری خود شاه شجاع را سری دوم بعد از شاه محمود انتخاب کرد. خب به حمایت و تحریک انگلیس ها و تحت نفوذ انگلیس ها شاه شجاع آمد و قندهار را اشغال کرد. سردار دوست محمد خان اول رفت جلال آباد را تصرف کرد. بعد از اینکه جلال آباد را تصرف کرد از اونجا با قشونش باز حرکت کرد به طرف قندهار، قشونش به قندهار انتقال داد و اینجا جنگ سخت بینشان در گرفت، جنگ دوست محمد خان با شاه شجاع و انگلیس ها. جنگ سخت بین
سردار دوست محمد خان و جنرال های انگلیس که حامیان شاه شجاع بود و شاه شجاع به تحریک و با نفوذ و واسطه اینها آمده بود قندهار را اشغال کرده بود. جنگ سخت بین اینها در گرفت و در نتیجه این جنگ سخت بالاخره دوست محمد خان پیروز شد و شاه شجاع شکست خورد. شاه شجاع وقت شکست خورد خب قندهار به تصرف دوست محمد خان قرار گرفت و شاه شجاع فرار کرد و به کوهستان‌های خطک متواری گشت. امیر دوست محمد خان در قندهار برای اقدام سرکوبی رنجیت سنگ و سیک‌های پنجاب در قندهار شروع کرد به برنامه ریزی کردن و یک سلسله اقدامات را هم انجام داد. اما در این اقدامات سران قبایل قندهار امیر دوست محمد خان را هیچ یاری نکرد. وقتی که از طرف سرداران قندهار مورد حمایت قرار نگرفت کاملا با ناامیدی و یأس وارد کابل شد. بعد که به کابل رسید در کابل آگاه شد که دره خیبر را هم اشغال کردند. از این موضوع که مطلع شد پسرش سردار محمد اکبر خان را با یک نیروی قلیل و کم به طرف دره خیبر فرستاد. بعد محمد اکبر خان وقت آمد اینجا تعرض نکرد، فقط در دره خیبر به عنوان یک مدافع دفاع کرد و بعد از اینکه اونجا در این دفاعش هم تقریبا موفق بود منتظر قوای کمکی نشست که قوای کمکی از کابل به کمکش بشتابه و برسه. بعد از رنجیت سنگ که رئیس سیک های پنجاب بود از اونا خواست که منطقه پشاور را اینا کاملا تخلیه بکنه، اما سیک ها این پیشنهاد را اصلا نپذیرفت. خب درس ما در اینجا عزیزان به پایان رسید. درس امروز همهش اختلافات و تشدد جنگ های داخلی بین سرداران افغانستان بود که گفتیم 20 سال اند افغانستان را کاملا درگیر ساخت و غیر از رکود اقتصادی و بدبختی مردم حاصل و نتیجه خوبی دیگر نداشت. یه هم نقشه افغانستان ببینین. قندهار، کابل که گفتیم از قندهار میخواست در مقابل سیک های پنجاب و رنجیت سنگ اقدامات انجام بده دوست محمد خان، ولی مورد حمایت سران قندهار مورد حمایت قرار نگرفت، سردارا ازش حمایت نکرد و ناامید به کابل برگشت. این هم ولایات مختلف افغانستان که گفتیم بین برادران وزیر فتح خان در واقع تقسیم شده بود و ناحیه‌های شمال افغانستان همه به صورت خودمختار حکومت میکردن و مناطق مرکزی هم به صورت ملوک الطوایف حکومت میکردن و در افغانستان حکومت مرکزی در این چند سال وجود نداشت. به سوالات درس رسیدیم، دقت کنین عزیزان. سوال اول، وزیر فتح خان مربوط به کدام خانواده بود؟ بله، وزیر فتح خان پسر سردار پاینده محمد خان و از سلسله خانواده محمدزایی بود که وقت پدرش به قتل رسید این اختلاف شروع شد بین سدوزایی ها و محمدزایی ها. سوال دوم، علت تشدید رقابت ها بین سدوزایی ها و بارکزایی ها چی بود؟ برخاستن پسران سردار پاینده محمد خان به خونخواهی پدرشان که توسط شاه زمان به قتل رسیده بود. پدرشان کی بود اگر یادتان باشه؟ پدرشان سردار پاینده محمد خان دیگه. خب علت تشدید اختلافات سدوزایی ها و بارکزایی ها همین موضوع بود. بعد فرزند بزرگ و فرزند که در رأس امورات اجرایی دولت قرار داشت از سردار پاینده محمد خان کی بود اگر گفتین؟ بله، وزیر فتح محمد خان. سوال بعدی، قدرت‌های منطقه به خصوص انگلیس در تجدید اختلافات بین برادران وزیر فتح خان چی نقش را بازی میکرد؟ ببینین خیلی سوال مهم است. یک بخش عمده تشدید اختلافات را در افغانستان سیاست‌های استعماری انگلیس و مداخلات ایران و روس تشکیل میداد. چنانچه رنجیت سنگ رهبر سیک‌های پنجاب
با تحریک انگلیس ها مناطق شرقی کشور ما را اشغال نمود. و همین قسم اگر یادتان باشد در درس گفتیم که شاه شجاع هم با حمایت انگلیس ها قندهار را اشغال نمود. خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کنکور. عزیزان دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالات کنکور مربوط فرم دوم بدخشان است. سردار دوست محمد خان بعد از تصرف کابل برادر خود امیر محمد خان را به حیث والی کجا مقرر نمود؟ گزینه‌ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول غزنی، گزینه دوم ننگرهار، گزینه سوم کندهار، گزینه چهارم هرات. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ با هم می‌بینیم. گزینه اول غزنی جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم دوم فاریاب است. در سال 1819 میلادی کدام شخص از وزارت عزل گردید؟ گزینه اول سلطان علی شاه، گزینه دوم سلطان محمد خان، گزینه سوم دوست محمد خان، گزینه چهارم ایوب شاه. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ بله، گزینه سوم دوست محمد خان جواب صحیح سوال است. سوال بعدی از نمونه سوالات کنکور مربوط فرم اول پکتیا است. ایوب شاه توسط کی به سلطنت رسید؟ گزینه ها را می‌بینیم. گزینه اول محمد عظیم خان، گزینه دوم سردار یار محمد خان، گزینه سوم سردار دوست محمد خان، گزینه چهارم همه گزینه ها درست است. جواب صحیح کدام گزینه است؟ گزینه اول محمد عظیم خان جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی مربوط فرم اول بغلان است. در دوره سلطنت شاه محمود یکی از اشخاص ذیل از کشمیر برگشت و کابل را اشغال کرد. گزینه ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول وزیر فتح خان، گزینه دوم دوست محمد خان، گزینه سوم سلطان محمد خان و گزینه چهارم محمد اکبر خان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، دوست محمد خان جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی مربوط فرم اول کندوز است. وزیر فتح خان نزد کدام شخص زندانی بود؟ گزینه اول شیر علی خان، گزینه دوم دوست محمد خان، گزینه سوم شاه محمود، گزینه چهارم محمد اکبر خان. جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، گزینه سوم شاه محمود درست است. اگر یادتون باشه گفتیم وزیر فتح خان را چیکار کردن؟ کور کردن، بعد زندانی کردن و بعدم به قتل رساند. خب رسیدیم به قسمت فعالیت. ایزان دقت کنید فعالیت هایتانه. بخش اول فعالیت هایتان: در مورد اختلافات بین سدوزایی و بارگزایی ها تحقیق کنید. بخش دوم: در مورد علل رقابت بین سردار دوست محمد خان و سردار محمد عظیم خان معلومات دهید. و بخش سوم که خیلی مهم است دقت کنید، درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش بخوانید و زیر کلمات جدید و مشکل آن خط بکشید. چرا این کار میکنین؟ به خاطر در جلسه آینده که توضیح میتیم کلمات جدید و مشکلی که با ایشان برخورد کردین اونا علامت زده باشه که مشکلاتتان حل شوه. خب عزیزان تا جلسه بعد همتان به خدا مسپاریم. به امان خدا. خدا نگهدار.